داد. این مادر ما هست، صدیقه طاهره طیبه، یک فرزندی آن هم از رسول الله در سن 18 سالگی هم خدا بهش نداد. لیکن الله تعالی عزتی دی مادر عایشه داد، گفت ازواج و امهات المؤمنین ناراحت نباش، همه مومن هم فرزندان تو. خوش باش، هر کس مادر را مادر قبول ندارد قرآن را قبول ندارد. مادر عایشه طاهره طیبه محبوبه رسول الله. بله الله تعالی در لیست یجعل من یشاء حکیما قرار داد. اکثر شما شاید اینجا هستند که ماشاءالله یزوجهم ذکرانا و اناثا، هم دختر میده گاهی دوتا میده. تهرانی ها جلوگیری کردن 5 تا را یک مرتبه بیرون. حجبولو نداد. اگر این بدبخت تا 10 سال جلوگیری نمی کرد، هر 2 سال یک بچه پیدا می شد، روز آخرین بچه پنجمی بچه 8 ساله داشت، 6 ساله داشت. 8 ساله و 6 ساله کم از کم برای مادر کار می کند. یک دفعه الله تعالی فرمود جلوگیری می کنید 5 تا می آید بگیریش جلوش. این همه دستگاه های پیشرفته شما ستاره نشان می دادن، 2 تای دیگر را نشان ندادن. قربان برای این شیر ازاد، این شیر ازاد. همینه بخش